سلام، من محمد سعید قلندری هستم و اینجا آرکا هنره. خب، به آخرین سوال جلسه قبلمون فکر کردید؟ درسته. بازیگر در مرحله اول باید به حرکات حیوانات توجه بیشتری داشته باشه تا به حرکات خودش. اهمیت اتود حیوانات که توی این حالت بازیگر میتونه به شناخت جسمانی و شخصیت شناسی جسمانی خودش نزدیکتر بشه. اهمیت اتود حیوانات به این دلیله که تأثیر زیادی بر شخصیت سازی جسمانی بازیگر داره. توی این مرحله تمرین رو از مشاهده حرکات حیوانات آغاز میکنیم و بعد از مشاهده و مطالعه قرار دادن حرکات حیوانات شروع میکنیم به انجام این توسط بازیگر. یادمون باشه حیوانات توی بعضی از حرکات مثل ما انسان‌ها راحت نیستن، مثل حرکات پنجه دست. حیوانات نمیتونن مثل ما انسان‌ها حرکات پنجه دستشون رو راحت‌تر و آزادانه‌تر انجام بدن. توی این مرحله تمرین رو از مشاهده حرکات حیوانات آغاز می‌کنیم. توی این مرحله باید حرکات حیوانات مورد مطالعه قرار بگیره و در مرحله بعدی عینیت بخشیدن این حرکات توسط بازیگر، یعنی این حرکات رو تمرین بکنه و به کار بگیره. بعد از اینکه بازیگر متوجه تفاوت‌های جسمانی خودش با اون حیوانی که داره بازیش رو انجام میده شد، کم کم باید تمامی تمرکزش رو معطوف بکنه به انرژی جسمانی خودش که قرار این حرکات رو به صورت دقیق انجام بده. توی این مرحله حواسمون باشه هنوز خبری از حس و عاطفه نیست و تمامی تمرکز معطوف به این هست که بتونیم حرکات رو به شکل صحیح و درست انجام بدیم. توی این مرحله برای مثال قدرت شیر، انعطاف و نرمیت گربه و حرکات میمونا وقتی که انسان‌ها رو می‌بینن میتونه مورد توجه قرار بگیره. البته مثالای بیشتری هم هست که خودتون میتونید بهش فکر کنید. مرحله بعدی اجرای حسی حرکات هست. مثلا یک حیوان با چه انرژی و حسی میتونه بلند بشه. توی این مرحله بازیگر میتونه به شکل خیالی با اون مواجه بشه، حتی اگر نمونه عینی اون رو توی طبیعت ندیده باشه. توی این مرحله بازیگر میتونه صدای یک حیوان رو در بیاره و همزمان با اون دیالوگ هایی رو بگه. این تمرین باید اونقدر ادامه دار بشه تا کم کم بازیگر بتونه به واسطه شخصیت انسانی رفتارهای مختص یک حیوان و خصوصیات مختص به یک حیوان رو خلق بکنه. من باید خودمو کنترل کنم. برای مثال اگر ما یک گربه رو در نظر بگیریم و بر اساس اون یک شخصیت انسانی رو بسازیم، دیگه ما یک حیوان رو روی صحنه نمیبینیم. یک انسان با رگه‌هایی از لحن و عضلات خودش که یک فرد ویژه‌ای هست و تونسته به واسطه عضلات و اندام‌های جسمانی خودش یادآور یک سری حرکات و فیزیک‌های گربه برای ما باشه است. بعضی از بازیگرها از انجام دادن اتود حیوانات ترس دارن. نکنه میترسن تبدیل به یه حیوان بشن، ولی نه. در اصل بازیگران از مواجهه با عادات رفتاری خودشون وحشت دارن. توی تمرین مرحله بعد میرسیم به تمرین اتود حافظه عاطفی. توی این مرحله ما نیازی به تقلید و وانمودسازی نداریم. توی این مرحله ما از بازیگر میخواییم تا یکی از خاطرات خودش رو توی ذهنش زنده بکنه. یک خاطره‌ای که تأثیر خیلی زیادی براش داشته و میتونه اون تجربه و حس رو در درون خودش زنده بکنه. تجربه ترس، هیجان، استرس، با چه کسی بوده، چه اتفاقی براش افتاده، کجا بوده، چی پوشیده بوده و
توی این مرحله پیشنهادمون اینه که ترجیحاً از تجربه‌های جدید استفاده نکنیم، چون وقتی یک تجربه تونسته از طولانی مدت توی حافظه ما بمونه پس حتما تأثیر زیادی داره. توی این اتود بازیگر اصلا قرار نیست از خاطرش چیزی به ما بگه. ما فقط و فقط تمامی حواسمون برای فعال کردن عاطفه حسیه، چیزهایی که میبینه یا چیزهایی که میشنوه، چیزهایی که بوم میکنه، حس چشایی و مهمتر از همه حافظه حرکتی بازیگر برامون مهمه. بازیگر احساس سرما میکنه. ما باید ببینیم که اون احساس سرما رو در بعضی از نقاط بدنش توضیح کرده یا نه. نوع خاصی سرما در بعضی نقاط بدنش رو احساس میکنه. باید متمرکز باشه و به یاد بیاره چه نوع سرمایی، چی پوشیده بود و جنس لباسش چی بود. یادش میاره صدای ریزش خاک روی زمین و بوی خاکی که بلند میشه، صدای خفیف پژواک، صدا شدت میگیره و ناگهان به گریه تبدیل میشه. در این نقطه عواطف سرریز میشه و همون لحظه است که بازیگر میگه 1 دقیقه به من مهلت بدید. بهتون پیشنهاد میکنیم در انجام متد حافظه عاطفی حتما دستمال کاغذی همراه داشته باشید. بازآفرینی حافظه عاطفی باعث میشه تا بازیگر به حس واقعی برسه. اگر از ویدیوهای آموزشی ما خوشتون اومده حتما صفحه ما رو سابسکرایب بکنید. با نظراتتون در قسمت کامنت ما رو همراهی بکنید. ما رو به دوستانتون معرفی بکنید تا ما هم انرژی بیشتری بگیریم و بتونیم ویدیوهای بیشتری رو براتون آماده بکنیم. با ما بهترین باشید.